للفقراء المهاجرین. الله میگه شما ببینین او اصحابی که قبل از نزول وحی به میلیون ها میلیون مال داشتن و اصحابی که سرمایه بسیار زیاد داشتن، امکانات مادی زیاد الله برشان داده بود، لکن وقتی که به خاطر دین الله هجرت کردن فقیر شد، مالایشان و خانه هایشان دشمنای اسلام غصب کردن. الله میگه للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم، کسانی که کشیده شدن. یکی خرج است در عربی، یکی اخرجه. اخرجوا کشیده شدن، من دیارهم از منازلشان، و اموالهم و از مالهایشان سرقت کردن، غصب کردن، گرفتن. الله میگه کسانی که به خاطر دین الله فقیر شدن، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، هدف از اینا طلب فضیلت از الله بود. الله از قلبایشان با خبر است. یبتغون فضلا من الله، چوکی از الله میخواستن، در جنت میخواستن، فضیلت از الله میخواستن، مقام و منزلت از الله میخواستن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، و رضایت الله را میخواستن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، و رضایت از الله را میخواستن. و ینصرون الله و رسوله، و نصرت دین الله را میکردن، و نصرت رسول الله را میکردن. پس کسی که به خاطر دین الله فقیر شود و به خاطر دین الله از خانش کشیده شود و مالش به خاطر ای که مؤمن واقعی هست چور شود و هدفش به الله معلوم باشه که یبتغون فضلا من الله و رضوان و رضایت الله را بخواهد و ینصرون الله و رسوله، و به نصرت دین الله و رسولش باشن. الله بر از اونا یک مدال داده که اولئک هم الصادقون، مدال صداقت از بارگاه الهی نصیب از اینا شد. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة.